خب تو این قسمت میخوایم در مورد نیترو سرور صحبت کنیم که اصلا نیترو سرور چی هست، کجا میشه ازش استفاده کرد و چه ویژگی‌هایی داره، پیش نیازهای یادگیری نیترو سرور چی هستن. خب نیترو سرور یک فریمورک اوپن سورسه که بر پایه اشتری ساخته شده. در واقع اشتری یک وب سرور هست و نیترو اومده از این استفاده کرده که کارها رو برای ما راحت تر کنه. مثلا میگم ما وقتی که میخوایم یک API درست کنیم باید توی اشتری یک اپی درست کنیم و بگیم مثلا app داد پست و حالا اون آدرسی که میخوایم بهش بدیم و این کار رو انجام بدیم. ولی توی نیترو این کار خیلی راحت تر شده. ما توی نیترو میایم یک فایل درست کنیم که اون فایل نماینده آدرس ما هست، مثلا کاتگوریز، یک فایل به نام کاتگوریز و توی اون میایم اون کارهایی که باید URL /categories رو برامون داشته باشه اون کداشو اونجا می‌نویسیم و حالا اون ریسپانسی هم که می‌خوایم رو هم ارسال کنیم. و حالا از این نیترو سرور میتونیم توی جای مختلفی استفاده کرد و خیلی راحت میتونیم رو روی دیپلویمنت پرووایدرها راحت بالا بیاریم و از اون سطح آنلاین استفاده کنیم. خب از فریمورک نیترو سرور میتونیم جای مختلفی استفاده کنیم، چه به صورت استندالون و چه به صورت فول استک. استندالون یعنی چه؟ یعنی وب سرور جدا باشه و در واقع اون بخش فرانتمون هم جدا باشه. مثلا ما میتونیم از این نیترو سرور داخل Vue.js توی ریاکت استفاده کنیم و حالا با اون پکیج هایی که داره مثلا میتونیم از Axios استفاده کنیم برای ارتباط برقرار کردن با نیترو سرور و یا به صورت فول استک در فریمورک Nuxt.js میشه ازش استفاده کرد. Nuxt.js هم بر پایه Vue.js که در واقع قسمت فرانت داره و قسمت سرور داره که اون قسمت سرورش از نیترو سرور استفاده کرده. حالا اگر داخل سایت این فریمورک برید میتونید به راحتی اون کانفیگ هایی که مخصوص به Nuxt.js هست رو هم توی این وبسایتش مشاهده کنید. خب ویژگی‌های نیترو سرور چی هستن؟ رپید دیولپمنت هستن، تسریع در توسعه. بدون نیاز به کانفیگ خاصی به راحتی ما میتونیم پروژه‌مون روی لوکال ران بگیریم و هر تغییری که داشتیم رو بدون انجام کار خاصی یا مثلا غیر فعال کردن اون رانمون و دوباره ریلود کردنش میتونیم تغییرات رو سریع مشاهده کنیم که بهش میگن هات ریلودینگ. فایل سیستم روتینگ هست که در واقع بر اساس فایل هایی که ما میسازیم میایم روت ها و یا API های مد نظرمون رو ایجاد میکنیم. مثلا ما میخوایم همونجوری که قبلا گفتیم یک آدرسی میخوایم به نام /categories. خب ما میایم یک فایل یا حالا API هایی که میخوایم درست کنیم یک فایل به نام categories درست میکنیم و اون کارهایی که مد نظرمون هست، مثلا دریافت اطلاعات کاتگوری دسته بندی هامون توی این فایل بنویسیم و به صورت خودکار اون URL ما ایجاد میشه. استوریج لیر های مختلفی داره و میتونید از استوریج لیر های مختلفی توی نیترو سرور استفاده کنید. مثلا میتونید از ردیس به راحتی با کمترین مشکلی توی این وب سرور استفاده کنیم. میتونیم هر جایی که بخوایم این پروژه‌مون رو دیپلوی کنیم و خیلی راحت و بدون کانفیگ خاصی روی دیپلویمنت پرووایدر ها اینو قرار بدیم. پشتیبانی کامل از تایپ اسکریپت داره و این به ما امکان میده که تایپ های رو ما مشخص کنیم و توی توسعه‌مون به ما خیلی کمک میکنه. و همینطور میتونیم از پکیج ها و حالا مدول های Node.js های مختلفی توی پروژه‌مون استفاده کنیم و هیچ محدودیتی در این مورد نداریم.
خب پیش نیازهای نیترو سرور چیا هستن؟ ما قبل از اینکه بخوایم نیترو سرور رو یاد بگیریم باید بدونیم یک سری پیش نیازهایش رو باید بلد باشیم. یکیش جاوا اسکریپت که خیلی مهمه و باید بلد باشیم و همینطور تایپ اسکریپت، و بدون این دوتا اصلا نمیتونیم نیترو سرور رو یاد بگیریم و مفاهیم اولیه وب رو هم باهاش آشنایی داشته باشیم. مثلا متد پست، دیلیت، پوت، پچ، اینا چه متدهایی هستن و چه کاری میکنن، استاتوس کدها چیا هستن، میدلور چی هست و چه کاری انجام میده برای ما، از این جور چیزها. من اینو اشاره کنم که ما سعی میکنیم توی این دوره از کمترین پکیج ها استفاده کنیم برای توسعه. مثلا میگم ما توی احراز هویت میتونیم از پکیج های جاوا اسکریپت مختلفی استفاده کنیم برای لاگین کردن کاربر و ساین اپ کردنش و حالا از این جور کارها. خب ما میایم اینو به صورت دستی و بدون نصب هیچ پکیجی این رو انجام میدیم. چرا؟ چون ما میخوایم بیشتر کد بزنیم و حالا یک مقداری هم وارد این بشیم که این احراز هویت که داره انجام میشه پشت صحنه‌اش داره چه اتفاقی میفته، چه چیزی داره ذخیره میشه، چه چیزی داریم ما میگیریم و از این جور چیزها که هم بیشتر با وب آشنا بشیم و همینطور وقتی که یک پکیجی رو نصب میکنیم بفهمیم چه اتفاقی داره پشت صحنه انجام میشه. خب توی قسمت بعدم میایم نیترو سرور رو نصب کنیم و با ساختار پروژه آشنا میشیم.